حالا اولتون چطور؟ امیدوارم عالی و درجه یک باشین. هر جا که هستین بچه روشون بود چوب بازی میکردیم، انقدر خوش گذشت. بچه ها مکان جدید هم اومدیم داریم فیلم میگیریم، اتاق در حال بازسازی و اینطور داستان هاست. برای هم میومدیم اینجا چاپی که قرد کردیم با شما گرم گرفتم. خب هیچی دیگه بچه ها میبینید دیگه. بچه هم من 2 روز فعالیت نداشتیم شاید باشه. قرار باز فعالیت هم رو شروع کنیم و بزنیم بریم دیگه بچه ها لامار داره زنگ میزنیم، بذاریم بریم چون دیگه. سلام لامار، خوبی؟ منم خوبم، تو چطوری؟ ممنون، منم خوبم. فرانکلینی خواستم یه کاری آرام بکنم، پول هست. باشه کشتن نامردای گروه لوکیشن میفرستم. خدافظ. دیدین چی گفت؟ کشتن نامردای گروه بولاسو. واقعا بچه منو بالاسا میرفتی اما نمیشه اصلا. اینو من درک نمی کنم کسی بخواد به بالاسا خیانت کنه. بچه داریم لامبورگینی بوگاتی. بچه تو بازی چیه این لامبورگینیه دیگه، این هم بوگاتیه دیگه بچه. چون تلاس دار روکش تلاس، چون موتور اینم تلاس سر اضافه میزنم بدش کن. بریم ببینیم لوکیشن هم که گفت برامون میفرسته دیگه. بریم ببینیم چی کار میکنیم بچه. بزن بریم با ماشینم بریم که ببینیم چی میشه. بچه ها ویدیو رو قطع کردن، سریع لوکیشن رو فرستاد من کردم بریم اوف اطلاعات طرفم برات میفرستم بچه ها. و اگه از این سبک ویدیوها دوست دارین که مثلا بریم شخصیت های مختلف رو با مأموریت های برای بکشین، حتما بریم تو کامنت ها بگین که منم برم بکنمش. و اگه لایک های ویدیو بالای 5 تا بره میریم سراغش دیگه. بچه لایک کامنت سابسکرایب هم مثلا فراموش نشه که اینا باعث نمیشه. چون همه جون داره یه بار میگم بچه کجا خود خاکی شده این بچه ها. و اگه این حالا اینو دیدن اگه این ویدیو دوست داریم بریم ماشین فرانکلین رو از اینی که از خفن تر کنیم و کاستومش کنیم یا فقط رنگ ایناشو عوض کنیم، حتما لایک کنیم و تو کامنت ها بگیم بزنیم ببینیم بعد اول پیوشی شکست بکشیم شکست چیه. بریم بچه ها، یارو بریم خوششون بکشیم. بچه ها اینطوری باشید، همیشه رحم داشته باشید. دورا ماشش رو بزن بریم. خب میخواد همش کام شو بچه ها. خودش هم سبزه دیگه شیخ خفنه بریم. خب بزنیم بریم و ببینیم چی کار باید بچه ها. بریم ببینیم اولین شخصیت کیه. خوبه من بچه بینه بکنیم 3 نفر رو صدا میکنم بعد این روش قبل سوش چون صداشو در اونه این که هم چون کیه پیام داد لباسش سفیده. بله بکن فهمید کلا هم. بله یه لحظه ها بریم بغل ایشون یه سوال ازشون بشه. داداش ببخشید شما میدونید ساعت چنده؟ اگه بگید که عالی میشه. فقط یه سوال دارم، میمیدی یا نه؟ بچه گردنشو زدم نبود یورو. خب بچه این از نفر اول لیست گفت که توش هم بودم هست دیگه یا نگفت دادم نیست. چرا؟ به هر حال بودم نباشه مشکل میکنه. بزنیم ببینیم لوکیشن بعدی کجاست. بچه چرا مکانه که میده نزدیک اینجا رو داده اون همه خودمون نیست هایی چرا باید اینجا خواهین زیاد پیدا میشه. بزنیم ببینیم چی کار باید اینجاست. بذاریم برم اینم چی کار باید بکنم دیگه. بگردم اینم کسی مشکوک بگیرم میاد. ای بابا لحمال پیام داده دیگه پیر شدم. پیام داد لباس سبز پوشیده با این نفر داره حرف میزنه. اینجا که نیست. اینه البته داره واسه حرف میزنه. اینه یعنی پیام داد آره عزیزا من نمیخوام اینجوری بکشم. میدونم به این گیر بدم دارم این یه حرکت بزنم. بزنید بریم اینجا بس.
اینطوری بکشیم مش بچه یکی از خواهینا بزنیم بریم ببینیم برمی خواهنه کجا بچه از رسه پولیسه داشتم برمیدم پیام داده نزدیک کار باشه حالا با این لغت فرنگ لغت لامر ضعیفه بکنم منظورش چی داریم این چیه جایی که توش چیز داریم اسم اینجا چی بود این دیگه به این چی میگفتی؟ گاراژ ببخشید یادم نبود بزن بریم این اونجا کی هست بزن اینجا پیام هم داده یه انسانی که لباسش بنفشه داشته خیلی بچه ها گفته لباسش بنفشه الان باید تو این محدوده دنبال کسی بگردم که لباسش بنفشه اینو نمیگه که نه بابوش اینو نمیگه بچه ها کدوم یکی از این هست اینه به نمار یه پیام دادم بعدش یا همینجا تو کارشون ببینید بچه هم نمیشنست بچه همون دو نفره که بناش شاید رفته باشن خوبه باشه رفته بودن پوره بود شو بریم از اینجا شکارشون کنیم دارم میرم بچه به موقع رسیدم باشه رفتم بچه اینو بزنیم 1 2 3 4 دوتاشو زدم بله زدم وای افتادن رو مالم در حالا در رو ندارم خب اینم 2 نفرش وای جور کوچه بالاستاست بچه بدبخت شدم بریم فقط بچه ها لوکیشن بعدی هم فرستاد و گفت یه انسان خودشلواریه بزن بریم ببینیم که شاید پولدار شده چون محلش هم بالا شهر تقریبا میشه گفت بزن بچه ها اونجاست ولی این یه پیام با ما گفت تو رو فرستادم فکر کنه رانندشی ولی رسیدی بهش بزنتش ببین گفت نه بچه ها مایکله نمیخوام مایکله خب بذاریم بیایم شاید ما رو نشناسه آقا بیا وای این شاید بشناسه بچه بذاریم اومد پایین میزنمش برو برم آقا مرگیم آقا نمی آقا بمیر آقا محترم بمیر ایوه چرا اینطور شد در نرو تیکه کجا رفت نمیدونم شکست خوردی پیام داد لوکیشنشو میدم برو کارشو کن باشه بابا وای بابا بالاخره پیداش کردم چون از اصلا در رفت و نمیدونم چقدر شده داریم دنبالش میگردیم وقت بالاخره فهمیدم که خونه است یعنی تنها جایی که برام میرسه خونه بود من نمیده به خونه نمیاد خونه با بچه‌شون میپرزنیم بریم بریزم شکار کنم یا بچه ها بعدن شاهیدا رو از بین میبریم یا ما که بیون دیگه زندگی تمامه بمیر باش شاید کشتنش بردش کردم این بر شاید بزنیم بچه ها دوام باشه بچه هم مکان آخرم به SMS بات بریم اونم بکنیم خودش هم فهمید داره دارم میگفت حالا پیدا کن مکان آخر رو بعدم بهت میدم بزنیم بریم برای مکان آخر بشه دیگه آخر رو گرفتن پول بچه ها لوکیشن آخر که داد اینجاست پلیس افتاد دنبالمون و میشه خوبه لامه رو باشید بکنم رفت بزنم چرا لوکیشن آخر اینجاست پس اینجا میره بابا پلیس های زیاد اسم رو میشنست بزنیم ببینیم سلام لامار چه حالت خوبه چرا خودت اینجایی باید این طرف اینجا باشه ها
خیلی ممنون بابا تمام کارا که کردی. لامار این حرفا چیه؟ منظورش چیه؟ زیر چی به من توضیح بده لامار. هیچ چیزی نیست فقط زنده باد بالاسا. یعنی چی زنده باد بالاسا؟ به من بگو لامار این حرفا چیه داری میزنی؟ داری منو میترسونی یا؟ یک ثانیه بده وقتی میدم خیال کنی. چه زریه داری میزنی لامار؟ درست حسابی حرف بزن ببینم چی میگی؟ یک بچه ها این جدیه. در رو لامار یعنی طرف بالاسا بود. بچه ها ممنون که تا پایان این ویدیو همراه ما بودین. لایک و کامنت و سابسکرایب چنل اصلا فراموشتون نشه و اگه از این سبک ویدیو دوست دارین حتما توی کامنت ها بگین و واقعا انتظار خیانت از لامار رو نداشتم به تیم خودمون. حالا اسم تیم خودمون رو بنویسید و سبزپوشا علیه بالاسا اسمشون تو کامنت ها بنویسید و اگه تا این ثانیه ویدیو رو نگاه کردید به اسم بالاسا یا چیه تیم خودمون بعد از اینکه اسمشون رو نوشتید یه سیب سبز اگه دارین بذارین، اگر هم نیست کلمه‌شو فقط بنویسین و اگه لایک این ویدیو بالای 5 تا برسه میرید سراغ پارت 2 و اگه دوست دارین خیانت‌های بقیه شخصیت‌های بازی رو بریم حتما توی کامنت ها بهم بگید و هیچی. فقط یه چیز مونده، شعارمون نه از تنهایی نترسی شیر همیشه تنهاست. نمکدار شوری ندارد، الیکسر با کسی شوخی ندارد.